یه سری هورمون ها هستن که فعالیت دستگاه تولید مثل مرد رو تنظیم میکنن. ببینیم این هورمون ها کدوم هورمونان. ببینید توی بخش پیشین زیرمغزی یا همون هیپوفیز، ببینید اینو می‌بینید، این مغز، این گده هیپوفیز یا زیرمغزی، بخش پیشین راست پسین و بخش میانی که اینجا میانی رو نکشیده. بخش پیشینش هورمون‌های محرک غدد جنسی تولید می‌کرد، یادتون هست FSH و LH، که اسم این هورمون‌ها در واقع به فعالیتشون تو جنس ماده ربط داره. انتخاب اسمشون FSH مخفف فولیکول استیمولیتینگ هورمون هست، یعنی هورمون محرک فولیکول تو تخمدان، و LH مخفف لوتئینیزینگ هورمون هست، یعنی هورمون زردگذار که باعث تشکیل جسم زرد تو تخمدان میشه که اینا رو بعداً میخونیم. ولی اینا برای فعالیت دستگاه تولید مثل مرد هم ضروری هن، این دوتا هورمون FSH و LH. FSH رو فلش زده به داخل لوله زام ساز و LH رو فلش زده به اون یاخته های بینابینی. یعنی یاخته های بینابینی این یه لوله باشه، این یاخته های داخل لوله هستن. خب FSH چی کار میکنه؟ FSH یاخته سرتولی رو تحریک میکنن تا تمایز زامه ها رو تسهیل کنن. مگه سرتولی ها تو تمایز زامه ها نقش نداشتن؟ تمایز یعنی این که یاخته در واقع زام یاخته تبدیل بشه به زامه. خب یاخته سرتولی ترشحاتی داشتن که اینا مواد رو ترشح میکنن وقتی که FSH به اندازه کافی از زیرمغزی پیشین ترشح شده باشه و LH یافته‌های بینابینی رو تحریک میکنه تا هورمون تستوسترون ترشح بکنن. بس LH هم یافته‌های بینابینی رو تحریک میکنه تا تستوسترون تولید بکنه. خود تستوسترون با بازخورد در واقع منفی میتونه میزان ترشح LH و FSH و همینطور با بازخوردی که روی هیپوتالاموس داره روی هورمون‌های آزاد کننده این LH و FSH تاثیر بذاره و میزان فعالیت اینا رو کم بکنه. وقتی غلظتش زیاد میشه دیگه بیش از حد نشه. بازخورد و سازوکار و بازخورد منفی در واقع سازوکاری برای تنظیم میزان ترشح این هورمون‌ها تو بدن هست. پس وظیفه FSH و LH رو یاد گرفتیم، خیلی مهمه این دوتا. خود تستوسترون چه وظایفی داره؟ تستوسترون باعث میشه که اندام‌های جنسی رشد بکنن، زام‌زایی اتفاق بیفته و همینطور صفات ثانویه بروز پیدا بکنن. بروز صفات 3 تا وظیفه داره: 1 تحریک رشد اندام‌های جنسی، 2 زام‌زایی، 3 بروز صفات ثانویه در مردان. خود صفات ثانویه چی هستن هم یه سوال میتونه باشه: بهم شدن صدا، رویدن مو در صورت و قسمت‌های دیگر بدن، رشد ماهیچه‌ها و استخوان‌ها. اینا همه صفات ثانویه جنسی هن. یعنی یه پسر بچه با یه دختر بچه تا حدود مثلا قبل از بلوغ تفاوت جسمی زیادی ندارن به غیر از حال اون اندام‌های جنسی. اونا در ظاهر مثلا زیاد تفاوتی ندارن، ولی بعد از اون هست که رشد ماهیچه‌ها و تغییر صدا و اینا، رویدن مو و اینا و رشد استخوان‌ها و ماهیچه‌ها که عضلانی میشه، به خاطر همین تستوسترونه. خب این گفتار تموم شد، خسته نباشید.